سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، همکاران، دوستان و اعضای کادر پزشکی، اعضای سازمان نظام پزشکی و مردم محترم که این برنامه رو نگاه میکنند. خدمت آقای دکتر لاریپور هستیم، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی. البته قبل از اون به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل بودند که ما اومدیم اینجا و در جایگاه قبلیشون هستیم. بسیار خوشحالیم در خدمت شما آقای دکتر. واقعیت اینه که ما میخوایم سلسله برنامه هایی رو در واقع داشته باشیم، تولید کنیم که در رابطه با موضوعات روز یا معضلات یا مشکلات یا مواردی که به قول معروف به وجود میاد صحبتی داشته باشیم. حالا اولین قسمت رو گفتیم که درون سازمانی صحبت میکنیم، هم شما فعالیت‌های صنفی داشتید، میتونیم یه گفتگوی در عین حال صمیمانه که داریم موضوعات خیلی مناسب و کاربردی رو برای همکاران داشته باشیم. انشالله بتونیم در برنامه‌های دیگه در خدمت عزیزان دیگری با شاید تعداد بیشتری باشیم. واقعیتش اینه که الان در حال حاضر چند تا موضوع وجود داره که میتونیم بهش بپردازیم. خودمون اینجا میخوایم تصمیم بگیریم بیشتر در رابطه با چی صحبت کنیم. یکی از مواردی که میشه صحبت کرد در رابطه با موضوع وزارت بهداشت، فرد پیشنهادی برای وزارت بهداشت هست و خدمت شما عرض کنم که موضوع دیگه متاسفانه همین روز گذشته 2 تن از همکاران متخصص ما در جاده دچار سانحه شدند و متاسفانه جان خودشون رو از دست دادند که صحبت‌های زیادی میشه در رابطه با این موضوع کرد. موضوع دیگری که میتونیم در رابطه باهاش صحبت کنیم موضوع خشونت علیه کادر پزشکی است که باز هم در همین چند روز گذشته متاسفانه یک اتفاق بسیار ناگواری در یکی از شهرها به وجود اومده که حالا در رابطه باهاش صحبت میکنیم. نظر شما چیه؟ خدمت جناب عالی و همه همکاران عالی قدر عرض سلام و وقت بخیر دارم از اینکه این توفیق حاصل میشه که در این استودیوی جذابی که شما ایجاد کردید یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم و در عین حال اطلاع رسانی و همکاران صورت بگیره. از این فضا بسیار سپاسگزارم. موضوع اول که موضوع بسیار مهمی است در مورد وزیر پیشنهادی بهداشت و آنچه که در دولت 14 انتظارات حوزه سلامت هست، این نکته رو باید عرض کنم که کلیدی ترین مسئله و نکته اساسی در مورد انتظار از دولت 14 این هست که به حکمرانی نظام سلامت توجه ویژه‌ای داشته باشه. یعنی اگر کسانی در مسئولیت و مصادر کار قرار میگیرند ابتدا باید به این امر توجه کنند که حوزه سلامت به اندازه حوزه امنیت موضوع مهم و قابل توجهی است و از نیازهای پایه‌ای مردم هر کشوری محسوب میشه. به همان میزان که ما به مسائل امنیتیمون، چه امنیت داخلی، چه امنیت خارجی، چه امنیتی از لحاظ موشک و سلاح و وسایل اینچنینی توجه میکنیم، باید به حوزه بهداشت و درمان به عنوان حوزه اصلی سلامت مردم هم توجه داشته باشیم. بنابراین انتظار میره از دولتی که به هر حال رئیس جمهورش پزشک هست، از سوی دیگه چند دوره عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی بوده، از طرف وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی بوده و با همه زوایای علنی و پنهان حوزه بهداشت درمان کشور آگاه هست، یک بهداشت و درمان پیشرفته داشته باشیم. وضعیت مردم از لحاظ دریافت خدمات، از لحاظ توزیع نیروی انسانی، از لحاظ رسیدگی به نیروی انسانی، از لحاظ معیشت نیروی انسانی، از لحاظ بهبود کیفیت خدمات درمانی برای مردم، از لحاظ درآمدهای لازمی که در حوزه بهداشت درمان می شود استحصال کرد مثلا توریسم سلامت، و از طرفی هزینه کرده مناسب و خلق منابع جدید به طوری که جلوگیری از هزینه کرده نامناسب بیمه ها صورت بگیره، از هدر رفت منابع و سرمایه ها جلوگیری بشه و همچنین مسائل مبتلا بهی که در حوزه خروج از کشور، مهاجرت شغلی، مهاجرت جغرافیایی و مشکلاتی که امروزه در حوزه‌های دیگری مثل دارو و تجهیزات و خدماتی که توسط پرستاران محترم، توسط پیراپزشکان محترم و سایر گروه‌های پزشکی انجام میشه، توجه ویژه رئیس جمهور محترم رو میطلبه. طبیعی است که در این راه رئیس جمهور با داشتن حدود 20 تا وزارتخونه و 7-8 تا معاون و شرایط بسیار دشوار کشوری که امروز درش قرار داریم،
ممکنه که نتواند همه توجهات کامل خود رو در حوزه بهداشت درمان متمرکز کنه، اما انتظار این هست که با توجه به پزشک بودن رئیس جمهوری که این مسائل رو آگاه هست، ناخودآگاه حوزه بهداشت و درمان یک حوزه پیشرفته مترقی باشه، کما اینکه شاید تنها حوزه‌ای باشه در کشور که ما امروز میتوانیم به اون افتخار کنیم که ما بر قله خود اتکایی ایستادیم. یعنی برای هیچ فرایند درمانی هیچ فرد ایرانی نیازمند رفتن به خارج از کشور نیست و در هیچ حوزه دیگه تقریبا من مثال مشابهی ندارم که بشود یاد کرد. بنابراین این حوزه بهداشت درمان بی‌نظیره. بی‌نظیر بودن حوزه بهداشت درمان به خاطر در و دیوار بیمارستان و 4 تا وسیله و تجهیزات نیست، در پیشتازی حوزه بهداشت درمان به خاطر نیروی انسانیش و نیروی انسانی کاربلد، متبحر، متخلق به اخلاقی که رفته یاد گرفته کار تکنیکالش رو درست انجام میده و کار تکنیکی که یاد گرفته به مهارت آموزی که توسط اساتید ما در دانشگاه علوم پزشکی آموزش دیدند به وجود آمده و بنابراین نقش دانشگاه علوم پزشکی، نقش استقلال دانشگاه علوم پزشکی و نقش تأثیرگذار آموزش در این ایستادن بر قله خود اتکایی غیر قابل انکار هست. لذا انتخاب وزیر بهداشتی که به همه این حوزه ها بتونه مسلط باشه، توجه ویژه داشته باشه، در انتخاب مدیران پاکدست و متدین و آگاه و دانشمند در حوزه های مختلف وزارتخونه، اهم از مدیران ستادی، مدیران صف، مدیران میانی و همه اجزا و جوارحی که واقعا می شود در حوزه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی که میدونید یک حوزه بسیار متنوع و متکثری است، از بیمه گرفته داخلش هست تا تایید مثلا فلان روغن نباتی که شرکتش نیازمند یک تاییدیه هست و در مجموعه کمیسیون ها و درگاه ها و رسیدگی های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی یا ستاد وزارت بهداشت صورت میگیره. بنابراین وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک فردی است که باید از مقبولیت عام برخوردار باشه و مقبولیت خودش نشان دهنده یک مطلبی است که این فرد هم توانمند بوده، هم عالم بوده، هم دانشگاهی بوده، هم خدمت شما عرض کنم در بدنه جامعه پزشکی و بدنه صنفی جامعه پزشکی به هر حال دارای یک اعتباری است. بنابراین مقبولیت چیزی نیست که به زور بشه از جای کسبش کرد یا مثلا دولت به کسی اعطای مقبولیت کنه. مقبولیت یک چیز عام هست که این مقبولیت حتی در مردم هم باید وجود داشته باشه. به هر حال یک فردی که بتواند با گیرندگان خدمات سلامت هم بتواند یک روابط سالم و صحیح داشته باشه و مشکلات اونها رو در کف جامعه درک. خب من یه چیزی بگم، اشکال نداره من یهویی بپرم وسط حرفتون، چون میخوام نه بحث اصلا طولانی نیست، سوال و جوابی نیست لزوما، یه گفتگوییه که میخوایم از توش یک سری موارد رو در بیاریم. خدمتتون عرض کنم که صحبتایی که ما میکنیم از منظر شخصیت حقیقی است یا حقوقی؟ من تصورم فعلا اینه که از منظر شخصیت حقیقی بیشتر هست تا حقوقی، درسته؟ یعنی صحبتایی که شما میکنید تفکرات و نظرات شما به عنوان دکتر لاریپور است یا در واقع نظراتتون از منظر معاون محترم؟ نه، من به عنوان شخص رضا لاریپور دارم صحبت میکنم و بدیهی است که یک فردی که ببینید بعضی سمت‌ها مثل از خودگذشتگی، مثل مقبولیت، مثل پاکدستی، این دیگه چیزی نیست که بین حقیقی حقوقیش بشه اختلاف انداخت یا بگی تفرقی بین این دو تا وجود داره. حالا من از صحبتاتون یک قسمت رو در واقع برداشت میکنم، برمیدارم. فرمودید که ما از نظر بحث سلامت سرآمد هستیم، هیچ نیازی دیگه وجود نداره واقعا فردی در این کشور برای گرفتن خدماتی به خارج از ایران بره، که کاملا من هم با شما موافقم. بعد این رو مربوط کردید به بحث نیروی انسانی که کاملا با شما موافقم تو این موضوع و اتفاقا میخوام اینو بگم، وقتی که ما اون بهترین حالت ممکن رو میایم دلیلش رو میاریم روی بحث نیروی انسانی، پس من اینجوری نگاه میکنم به این ماجرا که اولویت یک وزیر پیشنهادی واقعا بایستی نیروی انسانی باشه، چون گاهن این شکلی نبوده این سالها. اتفاقا فکر میکنم تو این سالها این نگاه رو نداشتند از باب اولویت بالاتر نسبت به موضوع نیروی انسانی. گاهن
افتخارات بر اساس تعداد تخت بوده یا بیمارستان بوده یا نمیدونم اینجور موارد این شکلی، ولی هیچ وقت گفته نشد که ما افتخار میکنیم که مثلا نگذاشتیم کادر درمان ما، پزشکان ما، پرستاران ما، پیراپزشکان ما کمتر به خارج از ایران خلاصه مهاجرت کنند. و یا بعضاً من اعتقادم این هست که اگر گاهی نمیتونیم همکاری کنیم، لااقل از نظر روانی روی اعصاب خلاصه این کادر درمان نریم. مثلا جایی گفته شده که آقا اگه کسی خواست بره ما بلیتش هم میگیریم، یا گفته شده بود که خب رفتن که رفتن ما جایگزین میکنیم. اصلا این جملات حتی اگر راهکار باشه نباید گفت. برای همین باید وزیر انتخاب کنید که به این جملات معتقد نباشه. خدمت شما عرض کنم این فرمایشتون در مورد یکی از مسائل مهم نیروی انسانی، اگر 3 تا بعد در نظر بگیرید، یه مثلث داشته باشید، هر کسی در هر وزارتخونه، فرقی نمیکنه کدوم وزارتخونه باشه، نیروی انسانی موتور محرکه پیشران حرکت کاری یه مؤسسه. دومین عامل بالاخره تجهیزات و امکاناتی است که حالا بخشش داخلی است، بخشش خارجی است. شما نمیتونی بیمارستان درست کنی، در این بیمارستان مثلا وسایل لازم و کافی برای اتاق عمل نداشته باشی، مثلا چه میدونم یه دستگاه اکو نداشته باشی، یه دستگاه آنژیوگرافی نداشته باشی، یه دونه سونوگرافی نداشته باشی، یه تخت برای معاینه نداشته باشی، خب همه اینا لوازم، اصلا فضای فیزیکی نداشته باشی. بنابراین پس تجهیزات و امکانات یک عامله، نیروی انسانی که از این تجهیزات و امکانات یک استفاده کنه یک عامل دیگر هست، و سومین عامل مثلث هم آقا تعارف که نداره، موضوع مادی است، یعنی موضوع مالی است، یعنی فایننس است که باید تعلق بگیره. حالا این فایننس چه برای این موضوع، یعنی پرداخت منابع، چه برای نیروی انسانی، چه برای تجهیزات پزشکی، لازم هست که وجود داشته باشه. منابعش هم موجود هست، یعنی وقتی که مثلا یک فردی سیگار میکشه در کشور و در اثر سیگار کشیدن یک عوارضی تحمیل میکنه که مشکلات ریوی پیدا میکنه، سرطان میگیره خدای نکرده، و بعد باید بیاد بار این سرطان رو دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان و پزشک و کادر درمان بکشه، معلومه باید قیمت دخانیات افزایش پیدا کنه و معلومه که از افزایش مالیات بر قیمت دخانیات یا افزایش خود قیمت دخانیات باید به وزارت بهداشت برسه، نه به جای دیگری. بعد اگر سیگار کشیدن کار بدی است، وجود شرکت ملی دخانیات چه معنی میده؟ حداقل ما بعضی تناقضا رو خودمون باید حلش کنیم. اگر وجود داره و نیاز هم است که وجود داشته باشه، که حالا بخشش به عقل من شاید نرسه، ولی از نظر منابع درآمدی بخش درآمدش باید بیاد تو وزارت بهداشت درآمد بشه. بحث مالیاتشون. موضوع بعد کالاهای آسیب رسانه. این همه کالاهای آسیب رسان در کشور داره تولید میشه. مثال میخوام بزنم، پفک نمکی یک کالایی است که به هر حال کالای حداقل اگر که مضر نباشه مفید هم نیست. بنابراین به عوارضی که بر کالاهای آسیب رسانی که امروز وجود دارن در بازار حداقل موجب چاقی میشن، چاقی موجب فشار خون میشه، هزینه‌اش دوباره به نظام سلامت برمیگرده، باید ما بتونیم اخذ منابع درست از این قسمت هایی که الان مغفول مونده یا حداقل منابع استحصالیشون به میزان کافی نیست انجام بدیم. نکته سوم از همه مهمتر، مالیات بر ارزش افزوده است. اگر بر مالیات ارزش افزوده مثلا میگیم 1% مالیات بر ارزش افزوده سهم سلامت هست، واقعا اون عدد 1% تحقق پیدا کنه. اولا به میزان کافی مالیاتش دریافت بشه، یعنی اون 1% واقعا دریافت بشه که ظاهرا علل حساب دریافت بشه، و اون 1% به میزان واقعی پرداخت بشه به وزارت بهداشت درمان و پزشکی و همه اجزای تابع. نکته‌ای که از آقای دکتر سلحشور، شفافیت رمز موفقیت. شفافیت اگه وجود داشته باشه نیروی انسانی راضیه، حداقل از اینکه شفاف باش صحبت کردن. شفافیت هم یعنی صادقانه گفتن، یعنی در اتاق شیشه‌ای زندگی کردن، یعنی همه نگوها و مگوها رو گفتن. حالا گاهی وقتایی به هر حال ممکنه شرایطی پیش بیاد بگه هر راست نشاید گفت جز راست نباید گفت، اما جز راست نباید گفت و خیلی باید رعایت کنید. مهم نیست که شما همه راستا رو بگی یا نگی، ولی مهم اینه که اون چیزی که میگید اعتماد مردم رو بتونید جلب کنید، حقایق رو بگید، و احتمال میدم که باز هم مردم به این سمت سوق پیدا کنن که وقتی شما حقایق رو میدی، بالاخره از این ظواهر امر و از این قیافه و از این طرز صحبت کردن و از اون چیزی که قانون هست و از اون چیزی که بیان میشه و از اون چیزی که دیده میشه متوجه میشن که واقعا شما راست میگی یا راست نمیگی. معذوریت ها، مضایق و سختی های شما رو دریافت کنن. من تایید کنم صحبت شما رو. واقعا اعتقاد شخصیم اینه که مردم میفهمند.
یعنی شنونده مطمئنا متوجه میشه. ما گاهن فکر میکنیم میتونیم یه حرفایی رو بزنیم که شنونده خلاف اون رو متوجه بشه، یا خیلی خودمونی میگن مثلا شنونده رو گول بزنیم. گول نمیخورن، اونها متوجه میشن، فقط ما این که اون اعتبار و اون جایگاه خودمون رو تنزل میبخشیم. کاملا درسته. در رابطه با بحث تجهیزات و اینها صحبت کردید. خب یه موضوعی که الان وجود داره بحث اینه که بسیاری بیمارستان ها یا تجهیزاتی رو به جاهایی اختصاص داده شده که لزومی نداشته اختصاص داده بشه. یعنی برای یک جمعیت کمی بیمارستان زده شده، دستگاه‌های مثلا MRI، CT اسکن یا CT آنژیو، یا دستگاه‌های، منظورم این هست دستگاه‌هایی که بایستی برای افراد بیشتری مورد استفاده قرار بگیره، اومده هزینه شده رفته جایی. من به شما میتونم بگم، واقعا میتونم بگم شهرهایی هستند که این دستگاه ها هست و استفاده ازشون در تعیین کردن مثلا 2 ساعت در روز. یعنی اینقدر استفاده از این دستگاه هایی که به سختی تهیه میشه، به میزان زیادی ارز رو در واقع از کشور گاهن خارج میکنه و متحمل فشار اقتصادی به وزارت بهداشت و هم به مردم ایجاد میکنه براش، در صورتی که اون استفاده که باید بشه نمیشه. من فکر میکنم تو این ماجرا هم اگر مدیریت مناسبی انجام بشه، خیلی از مشکلات، که این مشکلاتی که میگم گاهن میگن مشکلات مالی، پول نیست، وضعیت کشور این چنین است. اعتقاد من این هست که درسته که به معنای در واقع کلی بحث اقتصادی دچار فشار شده، ولی پول هست، مدیریت مناسب وجود نداره. و واقعا فکر میکنم که اگر یک مدیریت مناسبی الان در وزارتخونه بیاد صورت بگیره، خیلی از این مشکلات رو حل میکنه. و اتفاقا این رو در یک فرد مقتدر میبینم که این اقتدار رو داشته باشه، بتونه اون اهداف اصلی رو بر اساس منطق، دانش و عدالت اجرا بکنه، نه برای اینکه برای خوشایند به قول معروف نفراتی از این اهداف و از این ارزش‌ها خلاصه کنار بیاد و اینجوری با گاهن پول مردم خلاصه بازی کنه. من خیلی دوست دارم این موضوع رو بگم که کاش میشد که مسئولین وقتی تصمیمی رو در سطح کلان میگیرند، انتهای کار هم مسئولیتش رو در واقع بر عهدهشون باشه. یعنی اگر خوب شد واقعا بشه ازشون تقدیر کرد، ولی اگر مسئولیت بزرگی گرفته میشه که در انتهای کار مثلا بعد از 1 سال 2 سال چند سال متوجه میشیم که اون تصمیم نادرستی بوده، مسئولیتش واقعا گردنشون باشه. یعنی این رو چه کار میشه کرد به نظر شما؟ آیا اصلا قابلیت اجرا داره یا نه؟ وقتی کسی میشه مسئول، کلمه مسئول باش همراه هست. حالا ما یه ذره تو کشور بد معنی میکنیم. مسئول کسی است که پاسخگوست و ما مسئولینمون بعضا در اتاقشون بسته است، کسی راه نمیدن، باید وقت بگیری، یه سختی‌های اینچنینی داره. مسئول وظیفش پاسخگویی، وگرنه اسمش باید یه چیز دیگه میذاشتن. نکته دوم در مورد آن چیزی که شما فرمودید، ببینید ما هم یه ترمی داریم به نام آمایش سرزمین. وقتی که شما در یک حوزه آمایش سرزمین انجام میدید، در اون آمایش سرزمین یا آمایش جغرافیایی که اتفاق میفته، طبیعتاً شما باید بقیه چیزها رو هم بر همین اساس، اگه بر اساس مسافت هست، اگه بر اساس جمعیت هست، اگه بر اساس پراکندگی است، اگه بر اساس هر معیاری که شما در این زمینه میذارید، تجهیزات، امکانات و سایر لوازمی که اونجا نیاز داره هم باید اینجوری توزیع بشه. یعنی نمیشود رفت مثلا وسایل فوق تخصصی چشم پزشکی رو در یک مرکزی گذاشت که کلا مثلا 15 نفر میخوان ازش استفاده کنن. برعکسش هم بگم، برعکسش بسیاری از همکارانی هستن میشناسم، مثلا متخصص جراح مغز و اعصاب، خدمت شما عرض کنم حتی مثلا متخصصین بیهوشی، جراحای مختلف رو جاهایی فرستادند، در شهرهایی فرستادند، در بیمارستانهایی فرستادند که تجهیزات مرتبط باهاش وجود نداشت. یعنی متخصص جراح مغز و اعصاب رو فرستادن در مرکزی، وسایل جراحی برای این فرد برای ارائه خدمت در اون منطقه وجود نداره و بعد از این فرد به عنوان گاهن پزشک عمومی کار یعنی کشیدن. نیرو داره هرز میره تو این شرایطی که خیلی از
در واقع شهرها گفته نیاز داره. برای همین انتظار میره از وزیر بهداشت درمان آینده که در انتخاب معاونینش، در انتخاب مدیرانش طوری اقدام کنه که این مسائل حل بشه. حالا چجوری مسائل حل میشه و چرا تا حالا حل نشده؟ ببینید، اولین و مهمترین نکتهش این هست که شجاعت و مطالبه گری وزیر بهداشت در دور میز هیئت دولت خیلی مهم است. ببینید، ما در سالهای گذشته افزایش ظرفیت پزشکی رو داشتیم، قانون جوانی جمعیت رو داشتیم، خدمت شما عرض کردم مسائل مبتلا به دیگه مثل قانون تسهیل صدور کسب و کار رو داشتیم، کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای رو داشتیم. بالاخره بخشی از اینها باید توسط تولیت نظام سلامت، یعنی وزارت بهداشت، تمشیت می‌شده. تولیت نظام وزارت بهداشت علاوه بر این که باید به مردم خدمت رسانی کنه، باید نیروی انسانی، یعنی ارائه دهندگان خدمات سلامت رو در کنار گیرندگان خدمات سلامت ببینه. بعضا باید ارائه دهندگان خدمات سلامت رو بیشتر ارج و قرب بگذارد که این خدمات بهتر و کیفیت‌تری ارائه بشن. ما همینجا دچار تعارضیم که این تعارض نه تعارض منافع است که بعضا باب شده، تعارض در بین کسانی که در مسئولیت هستند و کسانی که در صف دارن ارائه خدمت میدن، در حالی که اینها باید کسانی باشند که این کار رو حل کنن. حالا چه کسانی میتونن این مسئله رو حل کنن؟ قطعا یک فردی که شجاع باشه. شجاعت عمدش در جوونیه. هر چی سن و سال میره بالاتر، الان سوال بعدی همین باشه، کار میشی. نظرتون در رابطه با اینکه این اهداف با چه افرادی میتونه حاصل بشه چیه؟ یعنی شما فکر میکنید موضوع سن چقدر مهمه که الان خودتون مهمترین نکته موضوع سن جوانی با محافظه‌کاری همراهه، مسن بودن با جوانی با غیر محافظه‌کاری همراهه، مسن بودن با یعنی هر چی شما معمرتر میشوی خب محافظه‌کارتر میشه. حالا نکته اینه که من میگم این موضوعی که شما میگید یک موضوع فیزیولوژیکه. میونه کلامت همین الان نمونهش هست دیگه. من و شما الان اینجا نشستیم داریم صحبت می‌کنیم به عنوان اولین نفر، اگر بقیه میمونن صحبت می‌کنن. جالب اینه که البته بعد از اینکه صحبتامون پخش بشه فوشخور زیادی خواهد داشت، همینجا اعلام انتقادات زیادی وارد میشه. این جمله ادبیش این بود که شما ولی واقعیتش اینه که اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره اگر نقدی صورت بگیره، اگر انتقادی صورت بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه کاری که انجام میشه بهش نقد وارد میشه، انجام نشه که نه. بعد در طی مسیر خیلی از موضوعات ما که همه کارمون همه حرفمون لزوما درست نیست، تفکراتمون رو میگیم، در طی مسیر یک فردی یک گروهی گاهن صحبتی رو دارند که ما متوجه میشیم درسته و ما خودمون اصلاح میکنیم. چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره. و باز دوباره اضافه میکنم، من حس میکنم حتی همین تغییر پذیری، انعطاف پذیری هم در جوانی بیشتره. بله. توضیح بدم؟